من دکتر نوید خپلواک هستم و موضوع بحث ما بر امروز معالجه نفس یا استما یا آسم است. خب، قبل از معالجه مرور کوتاهی برای به وجود آمدن نفس تنگی داریم. الرژن یا هر آن چیزی که از محیط ذریعه طرق تنفسی به داخل شش و در آنجا سبب بروز حساسیت بگردد یا علیه خود سبب تولید انتیبادی بگردد به نام الرژن یاد میشه. خب، در محیط ذرات مخرب چون پولن، ذرات پلاستیک، گرد و خاک، دست و ذرات کربن که بیشتر در دود می باشه، اینا را ما از طریق تنفس داخل وجود خود می سازیم، خصوصا داخل طرق تنفسی و بالاخره از این راه های هوایی خود می رسانه به داخل شش. در نخستین مرحله تماس میگیره با حجرات اپیتیلیم ما. این حجرات اپیتیلیم است، اپیتیلیال سلز، که در طرق تنفسی، در برونکیول ها، اپیتیلیال سلز، حجرات کالمنر موجود است. اینا حجرات کالمنر است و هر کدامش در خود یک هسته داره. این نیشک ها را که میبینیم به نام سیلیا یاد میشه و وظیفه اساسی و حیاتی برای حفاظت از شش ازی میکروب و الرژن به عهده داره و بالای از این مژگک ها یا سیلیا لایه بلغمی به نام میوکس موجود است. یک لایه چسبناک است که در حقیقت اولین خط دفاعی شش ما را تشکیل میده. وقتی تنفس میکنیم هوا را به داخل وجود خود میبریم، داخل قصبه توریه شده و بالاخره به برونکیول راست و چپ داخل شش راست و چپ میشه. یک قسمت از رای هوایی را اگر زوم کنیم تحت میکروسکوپ این نوع ساختمان داره. از بالا اگر ببینیم اول لایه میوکس یا لایه بلغمی است، بعدش مژگک ها یا سیلیاس که بیشتر اجازه نمیده مواد به داخل حجرات بیایه و حداقل با حجرات اپیتیلیم ما تماس بگیره و لایه دومه که بیشتر در این ناحیه رگهای خون و رگهای عصبی جابجا شده موجود است که به نام لمینا پراپریا یاد میشه. لمینا پراپریا و لایه سومی ما به نام سب میکوزا است که بیشتر انساج ارتباطی را حاوی است. سب میکوزا و آخرین لایه که بیشتر در برونکیول های قسمت فوقانی کارتیلیج یا غضروف داره و در قسمت تحتانی هم حاوی عضلات لشم است، سموت مسلز. خب، زمانی که یک الرژن به داخل میایه عکس العمل وجود ما بالاخره چی است؟ اتومات حجرات اپیتیلیم ماده به نام stem cell factors، stem cell factor یا فاکتور، توسط حجرات اپیتیلیم تولید میشه و این تولیدات مستقیم میره به اساسی ترین حجره که به نام ماست سل یا حجره ماست یاد میشه. تنبیه میسازه این حجره را که تولید کنه مواد برونکو کانستریکتر یا موادی که سبب انقباض مجراهای هوایی یا تنگ شدن مجراهای هوایی میگردد. برونکو کانستریکشن یا برونکو کانستریکتر مودیفایرز. خب، از طرف دیگه الرژن یا موادی که حساسیت سبب میگرده، نفس تنگی را سبب میگرده، مستقیم از
ساحه اپیتیلیم با حجرات ماست یا حجرات یا ماسل ما توسط کراس لینک یا طریقه کراس لینکینگ انتیجن انتیبادی وصل میشه به حجرات ماست و سبب تولید برونکوکانستریکتور میگرده. از طرف دیگه ما رگهای عصبی و کنترل عصبی مسلط روی هر سیستم بدن خود داریم، خصوصا مجراهای تنفسی ما. الرژن یا مواد حساسیت زا یا موادی که از طریق تنفس آمد و سبب تحریک و تخریش گشت، اینا با اتومات با حجرات دندریتکس یا حجرات عصبی ما در تماس میشه. دندریتکسل توسط این مواد اجنبی تنبیه میشه و این دندریتکسل ما هم سبب فعال ساختن سیستم دفاعی یا تی هلپر 2 سل حجرات تی هلپر 2 اتومات سبب فعال شدن بی لیمفوسایدز و ایوزونوفیل میگرده. بی لیمفوسایدز و ایوزونوفیل یک حجره از سیستم دفاعی است یا یک حجره از کرویات سفید ماست که بیشتر با میکروب ها درگیر می باشه، در از بین بردن میکروب ها و ویروس ها در بدن عمل میکنه. به هر حال بی لیمفوساید سبب فعال شدن پلازما سل یا حجرات پلازما در سیستم دفاعی ما میگردد. حجرات پلازما اتومات سبب تولید انتیبادی که به نام ایمیونوگلوبولین ای یاد میگردد میشود. این ایمیونوگلوبولین میایه و مستقیم به حجرات ماست متوسل میشه و حجرات ماست هم تولید برونکوکانستریکتورز یا موادی که سبب تنگ شدن یا انقباض حجرات لشم طرق تنفسی میگردد. این مواد چی است که بیشتر از چندین جانب توسط حجرات ماست تولید شد؟ خب اگر فرض کنیم این یک حجره به نام ماست است، ماسل یا هم هسته حجره. در داخل حجره گرانیول هایی که موجود است این دی گرانولیشن میشه و از خود مواد به نام هیستامین افراز میکنه. هیستامین همچنان غشای حجروی حجره ماست که از دو لایه شحم یا بای لیر از دو لایه شحمی تشکیل شده، فاسفولیپیدز با هم یک جا شده و غشای حجروی هر حجره را به شمول حجره ماست تشکیل داده. خب ما انزیم به نام فاسفولیپیز داریم، انزیم به نام فاسفولیپیز A1. این انزیم فاسفولیپیز A1 روی غشای حجروی توسط سیستم دفاعی عمل میکنه. یعنی سیستم دفاعی ما این انزیم تنبیه کرده که روی غشای حجروی عمل کنه. شحم غشای حجروی که عبارت از فاسفولیپید است اینا را تجزیه کرده به مواد اراکردونیک اسید تبدیل میکنه. اراکردونیک اسید. دقیق تعقیب کنین که نتیجه تغییر و تبدیل در این قسمت از حجره بالاخره به خاطر چی است؟ اراکردونیک اسید. خب توسط انزیم فاسفولیپیز از غشای حجروی که حاوی کلسترول و فاسفولیپیدز است اراکردونیک اسید ساخته شد. این اراکردونیک اسید توسط دو انزیم مختلف با دو مواد مختلف تبدیل میشه. توسط انزیمی به نام لایپو اکسیژنیز
از اراکیدونیک اسید مواد به نام لیوکوترینز ساخته میشه. لیوکوترینز در حقیقت مواد است که از ماست یا حجرات ماست تولید شد و میره با حجرات لشم طرق تنفسی خود وصل کرده و سبب تنبیه شدن از اونا سبب انقباض حجرات میگرده که در نتیجه سبب تنگ شدن مجرای تنفسی میگرده و استما یا نفس‌تنگی به وجود میاد توسط انزیم دیگه به نام سایکلو اکسیژنیز. از اراکیدونیک اسید مواد خیلی مهم دیگه به نام پروستاگلاندینز ساخته میشه که در التهابات رول خیلی مهم داره. پروستاگلاندینز. خب لیکوتراین هایی که بیشتر در به وجود آوردن انقباض حجرات لشم طرق تنفسی رول مهم داره اونا عبارت از LTD4 LTC4 LTE4 است. از یک طرف توسط حجرات ماست هیستامین تولید شد، از طرف دیگر توسط همین حجرات مواد لیکوتراین و پروستاگلاندینز تولید شد. بالاخره به خاطر چی؟ خب به طور مثال ای قصبه توریه و ای هم شش راست شش چپ. خب یک کم بی رقم رسم شد. خب به هر حال یک قسمت از مجرای تنفسی را زوم کردیم، تحت میکروسکوپ دیدیم اینا یک ساختمان داشت. اینا حجرات اپیتیلیوم، مژگک ها یا سیلیا هایی که موجود است بیشتر در جلوگیری از عفونت ها از ورود ویروس و مواد مخرب به بدن رول مهم بازی میکنه. بالاخره بعد از ورود آلرژن یا مواد حساسیت زا یا مواد که سبب نفس تنگی میگرده یک سلسله عکس العمل هایی را وجود از خود نشان میده و سبب تولید این مواد مهم به نام هیستامین، لیوکوتراینز و پروستاگلاندین میگرده. چرا پروستاگلاندین و این مواد حجرات ما تولید کرد؟ خب این شد شش. این قسمت تحت میکروسکوپ دیده شد و دیدیم که هم حجرات اپیتیلیوم داشت، حجرات اپیتیلیوم، هم مواد ماتحت حجرات اپیتیلیوم که عبارت از لامینه پراپریا، سببیکوزا و ماسکولاریس بود. حجرات لشم یا سموت مسلز، حجرات عضلات لشم یا سموت مسل که در طرق تنفسی موجود است، اینا بیشتر تحت عملکرد ای لیکور برونکو کانسترکتر مودیفایرز قرار میگیره. فرض مثال این یک حجره از حجرات سموت مسل یا حجرات لشم ماست. هیستامین که توسط ماست تولید شد هدفش چی است؟ میایه با ریسپتور یا با آخذی خود میبنده خود یا وصل میشه و سبب برونکو کانسترکشن یا سبب انقباض حجرات لشم طرق تنفسی میگرده. اگر همه از این حجرات تحت تاثیر یکی از این مواد انقباض میکنه، خصوصا بالاخره در نتیجه سبب تنگ شدن مجراهای تنفسی میگرده و بالاخره این تنگ شدن سبب نفس تنگی میگرده. از طرف دیگه لیوکوتراینز اینا میایه و با آخذی یا ریسپتور خود وصل میشه. این ریسپتور که به نام GQ6 LT1 یاد میشه، با این وصل شده میایه به داخل حجره و سطح کلسیم داخل حجره را بالا میبره و این هم سبب برونکو، سبب کانسترکشن، سبب تقلص و تقلص هم سبب انقباض حجرات میگرده، انقباض عضلات لشم میگرده که در نتیجه برونکو کانسترکشن یا تنگ شدن مجرای تنفسی سبب نتیجه میگردد. در پهلوی اینها اردینوسین، موادی که بیشتر
در انسان‌های مصاب به نفس‌تنگی یا برونکیال استما یا آسم است دیده میشه. یعنی در ششها یا سیستم تنفسی انسان‌های مبتلا به استما آدینوسین خیلی زیاد موجود است. این آدینوسین میایه با آخذه یا رسپتور خود وصل میشه، بعد داخل حجره آمده، در داخل حجره سطح سایکلیک AMP را پایین میاره و اینا بالاخره سبب کانسترکشن یا تقلص حجرات، تقلص انساج لشم طرق تنفسی گشته و در نتیجه سبب تنگ شدن طرق تنفسی میگرده. خب از طرف دیگه ما سیستم عصبی خیلی فعال داریم، سیستم عصبی اتومات یا خودکار که یک شاخه از اونا به نام سمپاتیک نرو سیستم یاد میشه. توسط چینل های سمپاتیک توسط چینل سمپاتیک یا عصب های سمپاتیک نیوروترانسمیتر به نام کاتیکولامینز که عبارت از اپینفرین و نارپینفرین است اینا تولید میشه. اپینفرین و نارپینفرین. خب اپینفرین و نارپینفرین به خاطر چی تولید شد؟ این مواد میایه ببخشید اپینفرین و با آخذه های خود که عبارت از بیتا 2 ریسپتور از وصل شده و در اینجا مقدار سایکلیک AMP را بالا میبره. وقتی مقدار سایکلیک AMP بالا رفت حجره میره به ریلکسیشن، انبساط، و اینا بالاخره مجراهای تنفسی را کم بازتر می سازه و وظیفه یک بخش از سیستم عصبی ما، سیستم عصبی خودکار ما همین است. بخش دیگه از سیستم عصبی خودکار ما که عبارت از پاراسیمپاتیک نرو سیستم است. در پاراسیمپاتیک نرو سیستم چی صورت میگیره؟ یعنی چی نوع کنترل توسط این سیستم عصبی ما مساعد میشه؟ نیوروترانسمیتر به نام اسیتایل کولین توسط این فایبرها تولید میشه. اسیتایل کولین با آخذه خود به نام مسکورانیک ریسپتورز یا آخذه های مسکورانیک یا M3 وصل شده، در داخل حجره سطح کلسیم بلند میبره و سبب کانسترکشن، تقلص انساج و حجرات لشم طرق تنفسی ما میگرده که در نتیجه چی به وجود میاد؟ نیروینگ یا تنگی طرق تنفسی و تنگی طرق تنفسی بالاخره نفس تنگی را سبب میگرده. خب هدف از بحث ما چی بود؟ معالجه در کجاها صورت میگیره؟ هر دوایی که بتانه این ریسپتور ببنده به ضد هیستامین عمل کنه در نتیجه برونکو کانسترکشن صورت نمیگیره. پس آنتی هیستامین ها کدام دواست؟ خیلی مشهور سرترزین، تابلت های سرترزینه که 10 میلی گرم است، ما میتونیم میره برای نفس تنگی استفاده کنیم. همچنان سیمیتیدین، فیموتیدین، اینا ادویجات است که میایه در داخل بعد از خوردن داخل جریان خون شده توسط ای آخذه ها به ای آخذه ها عمل میکنه. اگر بیشتر به عمق موضوع بریم نام از ای آخذه GQ کپل پروتین H1 است. سیتریزین، فیموتیدین، سیمیتیدین اینا میایه GQHY آخذه را میبنده و در نتیجه کانسترکشن یا تقلص صورت نمیگیره. وقتی تقلص صورت نگرفت حجره در حالت ریلکس یا استراحت میمانه و امی است که مجرا نمیبنده و ما هوای بیشتر تنفس میکنیم. در پهلو اینها دواهای دیگه که بتانه لیوکوتراینز ببنده یا وظیفه لیوکوتراینز خونسا بسازه کمک خوب بر مجراهای تنفسی ما میگرده. دواهایی که ریسپتور GQ6LT1 میبنده و اجازه نمیده به لیوکوتراین که در داخل حجره سطح کلسیم بلند ببره اونا عبارت از مونتلکاست و زفیرلوکاست است.
مونتلکاست و زفرلوکاس هر دو به شکل تابلت دستیاب است. مونتلکاس و زفرلوکاست. خب در معالجه نفس تنگی یا نفس کوتاهی هستیم، بیشتر بحث ما فارماکولوژیک است. در فارماکولوژی یا در معالجه استما یا نفس تنگی از کدام ادویجات میتونیم استفاده کنیم، روی از این موضوع امرایتان بحث دارم. خب ادینوسین گفتیم در انسان‌هایی که نفس تنگی داره، در مجراهای تنفسی و در سیستم تنفسیشان ادینوسین غلظت بیشتر داره و این ادینوسین هم میای به داخل حجره سایکلیک ایمپی را کم میسازه و در نتیجه کانسترکشن یا تقلص به وجود میاد که تقلص سبب برونکو کانسترکشن یا تنگی مجراهای تنفسی میگرده. پس هر دوایی که بتونه ای آخذه را ببنده و نتیجه ادینوسین ناقص بسازه بر ما کمک میکنه. این صنف دواها عبارت از تیوفایلین. تیوفایلین و امینوفایلین اینا بیشتر از دواهایی هستند که سبب انهیبیشن فاسفودایستریز میگرده. فاسفودایستریز یک انزیم خیلی مهم است که در ساخت و ساز سایکلیک ایمپی رول خیلی مهم داره. تیوفایلین و امینوفایلین اینا بیشتر نتایج خیلی خوب هم داره و انزیم های خیلی مهمه، ریسپتورهای آخذه های خیلی مهمه میبنده و در نتیجه از تقلص حجرات و تقلص عناصر جلوگیری میکنه که ما هدف ما در معالجه نفس تنگی جلوگیری از تقلص است که سبب تنگ شدن مجراهای تنفسی میگردد. بخش عظیم از معالجه که بیشتر ای آخذه ها را باید اگر دوست داریم که نفس تنگی را ریلیف بسازیم، سهل بسازیم، دیگه مجرای هوای کافی در مجراها و طرق تنفسی ما سرازیر شود، باید افکت یا اثر اسیتایل کولین برعکس بسازیم. اگر اسیتایل کولین میایه با مسکرانیک ریسپتور یک جا میشه، به داخل حجره میره، سطح کلسیم بلند میبره، در نتیجه کانسترکشن یا تقلص به وجود میه. پس دواهایی که بتونه این دروازه را ببنده نتیجه خیلی عالی دارن. مسکرانیک ریسپتور انتاگونیست اینا دواهایی هستن که بیشتر در بلاک شدن اسیتایل کولین استفاده میشه و در پهلو اینها ببینین سیمپاتیک نرو فایبر اپینفرین و نار اپینفرین که دو کاتیکولامین خیلی مهم است تولید شد، با آخذه به نام بیتا 2 یک جا شد، سطح سایکلیک ایمپی را بلند برد و خودش سبب ریلکسیشن یا سبب انبساط حجرات لشم طرق تنفسی ما میگرده. پس دوایی که کمک کنه با این ریسپتور، دوایی که بیشتر این حالت مساعد بسازه روی وجود روی حجرات ما کمک کننده بر نفس تنگی است. این صنف از دواها بیتا 2 اگونیست، دواهایی که کمک میکنه به آخذه بیتا 2. اینا به دو صنف تقسیم میشه: لانگ اکتینگ بیتا 2 اگونیست و شارت اکتینگ بیتا 2 اگونیست. شارت اکتینگ و لانگ اکتینگ چی معنا؟ شارت اکتینگ یعنی دوا را اگر بخوریم در وجود ما یا استفاده کنیم که بیشتر این صنف دواها خوردنی نیست بلکه انهیل میشه، تنفس میشه، با از 4 تا به 6 ساعت فعال میمانه. صنف دیگه از اینا که لانگ اکتینگ است فعالیتشان از 10 تا 12 ساعت است در بدن ما. دواهایی که در این صنوف موجود است مثلا شارت اکتینگ بیتا 2 اگونیست، البیوترول و لیو البیوترول اینا به شکل انهیلر هستن. وقت انهیل میشه امو دواهای پفکی که میگیم کش میشه، 4 تا 6 ساعت نفس تنگی ما را معالجه میکنه. و دواهایی که برای 12 ساعت کمک میکنه ای آخذه را باز نگاه میکنه و بیشتر هم سبب ریلکسیشن یا انبساط عضلات لشم طرق تنفسی میگرده عبارت از فارمیترول.
فارمیتیرول. دوای یا ادویه دیگه که خیلی مهم است به نام آر فارمیترول. اینا به شکل انهیلر موجود هستند. و ویلنتیرول یا ویلنتیرول که جنریشن جدیدی صنف است و سالمترول. اگر بخوایم کنسترکشن یا تقلص جلوگیری کنیم باید ریلکسیشن اضافه بسازیم. پس این آخذه را باید فعال نگاه بکنیم و فعال نگاه کردنش هم توسط دواهایی است که کمک میکنه با باز کردن و اونا عبارت از دو صنف از دواهاست که فارمیترول، فارمیترول، ویلنتیرول و سالمیترول به نام لانگ اکتینگ بیتا 2 اگونیست صنف دواهایی است که بر 12 ساعت کمک میکنه و صنف دیگه هم برای 4 ساعت الا 6 ساعت. خب آخذه دیگه که خیلی مهم است اونا مسکورینیک انتاگونیست است. مسکورینیک انتاگونیست یعنی اسیتایل کولین باید ببنده یا حداقل ای آخذه را که مسکورینیک ریسپتور است یا آخذه به نام مسکورینیک. حالا دواهایی که به ضد از این آخذه کار میکنه یا او را به نام انتاگونیزم یاد میکنیم. انتاگونیزم یا انتاگونیست. مسکورینیک انتاگونیست دواهایی است که یا آخذه را میبنده، وقت بسته شد دیگه نمیتونه که سطح کلسیم داخل حجره بلند بره و سبب کنسترکشن یا تخلص بگرده. دو صنف از دواها موجود است که این انتاگونیزم ما لانگ اکتینگ مسکورینیک انتاگونیست و شارت اکتینگ مسکورینیک انتاگونیست که لاماز و ساماز میتونیم هم در ذهن خود داشته باشیم. دو صنف از دواها است که بیشتر قابل ملاحظه است در مسکورینیک انتاگونیست. برای 4 تا 6 ساعت اپراتروپیم کار میکنه. 4 تا 6 ساعت اپراتروپیم و لانگ اکتینگ که بیشتر مورد استفاده است. اینا عبارت از تایوتروپیم اکلیدینم و اومیکلادینم. این صنف از دواهای ما برای 10 تا 12 ساعت آخذه مسکورینیک میبنده و هیچ اجازه نمیده که تخلص به وجود بیاید. در پهلوی اینها در نفستنگی کف یا سلفه موجود است. بیشتری سلفه صبح وقت یا بعد از خوابیدن در انسانها قابل ملاحظه است و برش باید کف سپرسر یا شربت های که برای سلفه استفاده میشه داشته باشیم. OBH یک براند مورفین هم داره اما OBH حداقل لیکوید مورد علاقه ماست برای کف یا سلفه. در پهلوی اینها عفونت ها و التهابات که بیشتر در استما یا نفستنگی موجود می باشه برش از کورتیکوستیرویدز استفاده می کنیم. کورتیکوستیرویدز صنف از دواهای خیلی مهم است. ما و شما بحث خیلی مفصل روی استیروید ها داشتیم. اگر دوست داشتین میتونین در ویدیوهای قبلی اونا را مطالعه و مشاهده بکنین. پردنیزولون به شکل تابلت موجود است. میتونه مریض و علائم مریض در نظر گرفته از این استیروید های استفاده بکنیم. دیکادران یا دگزامتاسون به شکل انجکشن و به شکل تابلت موجود است. میتونیم برای کوتاه مدت در استما یا نفستنگی ازش استفاده بکنیم. هیدروکاردیزون به شکل انجکشن یا پیشکاری یا
موجود است میتونیم از اینا هم استفاده بکنیم. میتایل پرنیزولون، ترای امسنلون اسیتونیت، همه از اینا استیروید هایی است که در معالجه استما استفاده میشه. ممنون، امید که مثمر واقع شده باشه.